سلام. ما جدیداً در سایت ابزار مکس یک وبسایت آماده وردپرسی ارائه کردیم که مخصوص فروش محصولات جوراب طراحی و ساخته شده و میخوایم که در این ویدیو به معرفی این سایت آماده بپردازیم. ببینید، منظور از سایت آماده برای اونایی که نمیدونن اینه که یک وبسایت کامل وردپرسی هستش که به صورت آماده ارائه شده، که یعنی شما دیگه نیازی نیست چیزی رو طراحی بکنید و تنها کافیه که این سایت آماده رو دریافت بکنید و داخل هاست و دامنه خودتون نصب بکنید. به همین راحتی در عرض چند دقیقه وبسایت شما آماده است و میتونید محصولات خودتون رو در اون سایت قرار بدید و کسب و کار خودتون رو راه اندازی بکنید. حالا بیاید به چند تا از ویژگی های این سایت آماده یه نگاه بکنیم. ببینید، سایت آماده فروش جوراب از طراحی کاملا گرافیکی برخوردار هست. منظور از طراحی گرافیکی شکل و ظاهر وبسایته که خود سایت، ظاهر و شکل، استایل وبسایت. خب حالا با هم دیگه در ادامه ویدیو قراره که شکل ظاهر وبسایت رو با هم زیر رو بکنیم. مورد بعدی، این وبسایت کاملا واکنشگرا هستش. منظور از واکنشگرایی اینه که توی تمام صفحه نمایش ها به خوبی نمایش داده میشه. مثلا اگر فردی با گوشی موبایل داخل وبسایت بشه، شکل و ظاهر وبسایت کاملا تغییر میکنه و با اندازه صفحه نمایش گوشی فرد خودش رو سازگار میکنه. به این میگن واکنشگرایی. مورد بعدی سرعت لود وبسایت هست. منظور از سرعت لود وقتی فرد روی دامنه سایت مثلا کلیک بکنه، سایت زیر چند ثانیه برای فرد لود میشه و این راحتی و آسایش رو برای کاربرتون برمقام میاره. مورد بعدی نصب سایت هستش. همونطور که گفتم این یک سایت آماده هست دیگه و فایلش رو دریافت میکنید، میبرید نصب میکنید. حالا اگر نصبش سخت باشه دیگه خب قاعدتا اذیت کننده است. برای همین بسته آسان و یا همون نصب آسان رو در اختیار دارید و میتونید به راحتی داخل هاست خودتون نصب بکنید. مورد بعدی عدم محدودیت هست. یعنی چی؟ بذارید اینطوری بگم، شما هیچ گونه محدودیتی داخل این سایت آماده ندارید و بعد از اینکه تونستید داخل هاستتون نصب بکنید، به راحتی میتونید بخش به بخش سایت رو ویرایش و شخصی سازی بکنید و این یک امتیاز خوب برای شما به حساب میاد. خب بیاید بریم این سایت رو با هم دیگه یه نگاه بکنیم، شکل ظاهر سایت رو ببینیم مثلا چه شکلی هستش. من وارد سایت ابزار مکس میشم، توی فیلد جستجو سرچ بکنم جوراب، برامون بیاد. خب این همون سایت آماده است، غالب و سایت آماده فروشگاه جوراب به اضافه ویژگی های جذاب. خب صفحه برای من باز شد. برای اینکه بتونم پیشنمایش سایت رو من مشاهده بکنم، میتونم روی همین عکس کلیک بکنم یا این قسمت گزینه پیشنمایش رو بزنم و یا نگاهی به طراحی صفحات، این قسمت هم میتونم صفحات سایت رو ببینم. خب من روی همین گزینه اینجا کلیک میکنم. سایت برای من لود میشه. این همون سایتی است که شما بعد از تهیه دریافت میکنید و شکل و ظاهر سایت شما قرار هست که به این شکل باشه. بریم یه سر به پایین بزنیم و بیایم. خب از بالا شروع کنیم دیگه. ببینید این یه هدره. اگر در مورد طراحی وب کمی اطلاعات داشته باشید، یه هدر همون ابتدایی ترین بخش سایت رو میگن هدر. اولین قسمت سایت که فیلد جستجو، منوها، مثلا آیکون سایت و شبکه‌های اجتماعی و سبد خرید اینا توشه، بهش میگن هدر سایت. خب هدر این وبسایت این شکلی هسته، از 3 تا بخش تشکیل شده: بخش بالایی، وسطی و پایینی. بخش بالایی که بیشتر حالت خوشامدگویی و شبکه‌های اجتماعی رو داره. بخش وسطی لوگو و جستجو و ورود عضویت
لیست علاقه‌مندی، مقایسه و سبد خرید. اوکی. بخش پایین‌تر منوها رو داریم. ببینید دسته‌بندی های سایت به قولی. مثلا حالا چون این سایت آماده است دیگه، نمیان که دسته‌بندی ها رو از قبل براتون در نظر بگیرم. شما بعد از اینکه سایت رو نصب کردید به راحتی میتونید دسته‌بندی های خودتون رو اضافه بکنید. اگر مثلا دسته خاصی رو داشتید برای محصولاتتون اضافه میکنید و قرارش میدید توی منوهای سایت. خب سوالات متداول و حریم خصوصی هم که 2 تا بخش مجزا هستن. بخش پایینتر 3 تا بخش داریم که از 3 تا تصویر تشکیل شده که میتونه تخفیف های شما رو در بر بگیره. یعنی شما میتونید 3 تا محصول زیبا و قشنگ رو داخل این بخش قرار بدید که به قولی اولین بخش سایت حساب میشه دیگه و باعث افزایش فروش براتون بشه. این بخش حالا همونطوری که میبینید از استایل مناسبی برخورداره. بخش بعدی هم که سادش این میشه دیگه، مثلا ارسال سریع برای جلب اعتماد کاربران میتونید هر چیزی رو بنویسید دیگه، مثلا پرداخت ایمیل، کیفیت محصولات، یا مثلا اگر عدم بازگشت محصول رو داشتید میتونید این قسمت بنویسید کاربرتون بدونه دیگه شما بعد از فروش دیگه محصول رو عودت نمیدید. به همین راحتی کاربر این اطلاعات رو دریافت میکنه و با اطمینان میتونه محصول رو از شما تهیه بکنه. بخش بعدی برای دسته‌بندی ها به قولی طراحی شده. چجوری داستان؟ اینطوری میشه که شما محصولات بچگانه دارید، محصولات راحتی دارید و محصولات مثلا جوراب زنانه، جوراب کتان، مردانه و هر دو و دسته‌بندی های دیگه. حالا کاری ندارم دیگه، من در زمینه جوراب اطلاعات خاصی ندارم، ولی به صورت کلی شما این دسته‌بندی هایی دارید که توی هر کدوم محصولاتی هست، درسته؟ بعد میاید اون دسته‌بندی ها رو اینجا لیست میکنید و برای کاربراتون به نمایش میذارید و باعث افزایش فروش میشه. بریم بخش بعدی، خود محصولات هستش. دیگه همونطور که گفته شد این سایت فروشگاهیه دیگه، مخصوص فروش جوراب ساخته شد که یعنی شما وقتی سایت رو نصب کردید داخل هاست و دامنتون، خب بعد میاد محصولاتتون رو به وبسایت اضافه میکنید. مثلا اگر یه محصول در زمینه جوراب مردانه دارید میاد اضافه میکنید و این بخش به صورت خودکار میره محصول رو از قسمت مدیریت سایت میخونه میاره و در این قسمت سایت برای کاربراتون به نمایش میذاره. خب بریم پایینتر. برترین جوراب‌های زمستانی، برترین جوراب. ببین این قسمت هم بخش دسته‌بندی تور داره، یه چنین حالتی داره که استایلش هم مناسبه فکر میکنم. بله خیلی هم زیبا طراحی شده به نظرم. خب این هم بخش دسته‌بندی تور داره. بعدش دوباره محصولات رو داریم که حالت کاروسلی هستش. منظور از کاروسلی حالت اسلایدری، میره این ور اون ور، سادهش میشه دیگه، ببین میکشی میره این ور. خوبه به نظر من، خوبه. بخش بعدی بخش نظرات هستش. نظرات ببین هم میتونه خوب باشه هم میتونه اضافی باشه، حالا بسته به خودتون دیگه. اگر دوست داشتید بذارید بمونه، حالا کاری ندارم که میتونه خوب باشه یا نه. ولی نظرات شما در این قسمت اینطوری میشه، کل کاربردش این بیای بنویسی آیه فلانی، مثلا من علی سلمانزاده اومده یه نظر داده، بله من فلان محصول رو خریدم خیلی عالی بود دمتون گرم. اوکی، میام مثلا اینجا قرار میدم، کاربرتونم میخونه به به چقدر خوب، بعد میره محصول خرید میکنه. کل کاربردش این، وگرنه کاربرد خاصی نداره. برای جلب اعتماد کاربران فکر میکنم بیشتر به درد بخوره. خب بخش بعدی بخش وبلاگ هستش، استایل مقالات سایت. ببینید وبلاگ برای هر نوع سایتی به نظر من لازمه. وبلاگ میتونه حالت مقالات سایت رو داشته باشه و کلی محتوا رو به خودش اختصاص بده. مثلا بهترین جوراب برای خود انتخاب نمایید، یکی از عنوانا. این یه محتوا حساب میشه برای وبسایت و برای گوگل و میتونه کلی بازدید به سمت وبسایتتون بکشونه. پس وبلاگ لازمه و توصیه میکنم روی وبلاگ رو دست کم نگیرید و
روی وبلاگ بیشتر کار بکنید، محتواهاشو همیشه به روز نگه دارید و مثلا در هفته یه دونه محتوا برای وبلاگتون در نظر بگیرید. از نظر سوئی خیلی خوبه. بخش بعدی که بخش آخر صفحه اصلیمون و به حساب میاد بخش فوتر سایت هستش. فوتر همانند هدر یه بخشیه که توی همه صفحات تکرار میشه. مثلا یه نفر وارد صفحه درباره ما سایت هم بشه، این فوتر هست اونجا، یه چیزیه که تکرار میشه و به نظر من که خیلی زیبا و چجوری بگم خیلی کامله. ببین توی اولین قسمتش که این قسمت به حساب میشه، ارسال پستی، پشتیبانی، ضمانت، پرداخت، ارسال. ببین این حالت مثلا چیزو داره، کاربران مثلا ببینن چه جور بیشتر حالت جلب اعتماد رو داره. نماد کار، اینم لوگوی سایت به حساب میاد، یه توضیحات معرفی و آدرس و ایمیل و شماره تلفن و اینا. بعد بخش های برای دسته ها یا بخش های مختلف رو سایت داره، مثلا خدماتتون به چه دسته ای تقسیم میشه یا راهنمای خریدتون به چه دسته ی تقسیم میشه. شبکه‌های اجتماعیتون رو میتونید در این قسمت قرار بدید و در آخر تمامی حقوق، همون متن کپی رایتمون هستش دیگه، که فرد نیاد از این سایت کپی برداری بکنه. میتونید حالا چیزای دیگه هم بنویسید. این بود کلیت طراحی و استایل صفحه اصلی. خب برگردیم به بالا، بریم بخش فروشگاه رو ببینیم. ما که صفحه اصلی رو دیدیم، حالا ببینیم برگه فروشگاهمون به چه شکل ساخته شده. خب برگه فروشگاه اگر ما به صورت کلی یه نگاه بکنیم، بذارید اول اینو بگم. برگه فروشگاه همون صفحه‌ای هستش که کل محصولات یکجا قرار میگیره بدون دسته‌بندی. این دسته‌بندی دیگه نیست، همه محصولات اینجاست. اوکی. خب ببینید توی برگه فروشگاه عنوان رو داریم و دسته‌بندی رو. ببینید توی این دسته که انگلیسی هم هست و نباید باشه، شما باید دسته خودتون رو بذارید دیگه. توی این دسته 8 تا محصول وجود داره. اوکی. دسته دوم اگر بود در این قسمت قرار میگیره، دسته سوم به همین صورت. پس دسته ها قرار میگیرن. خب بعد میایم که تعداد نمایش رو داریم. حالت سینما مثلا میگه 4 تایی نشون بده دیگه، کمتر. مرتب سازی رو داریم، مثلا محبوب ترین ها و غیره. این هم استایل محصولات دیگه که طرف میره روش هاور میشه و نمایش سریع داره و این داستانا دیگه. ببین مثلا لیست علاقه‌مندی و افزودن سبد خرید و اینا. بذار ببینیم سبد خرید کلیک میکنیم چی میشه. بله، از سمت ساید بار برامون باز میشه که محصول به سبد خرید اضافه شد. من ضربدر اینو بزنم. خب این کلیت صفحه فروشگاه. بریم بعدی، وبلاگمون. خب وبلاگ مثل صفحه فروشگاه. چجوری داستانش؟ یه صفحه است که کل مقالات سایت اینجا جمع میشن. مثلا اگر یه مقاله جدید بذارید، این 5می اضافه میشه، یکی دیگه بذارید 6می اضافه میشه. اینم برای مقالات و به نظر من استایل مناسبی داره. آره. خب صفحه درباره ما. خب ببینیم درباره ما چجوریه. درباره ما بذارید اول فلسفه اینو من بگم، درباره ما به چه کاری میاد. درباره ما یه برگه‌ای هست که شما میاید درباره خودتون مینویسید، بیشتر خودتون معرفی میکنید. آقا من فلانی هستم، سلمان زاده هستم، مغازم توی تبریز، جوراب فروشی دارم و غیره و غیره. اینم شماره تلفنمه، اینم شماره تلفنمه، این آدرس ایمیلم و غیره. خب پس توی صفحه درباره ما شما میاید در مورد خودتون مینویسید. خب این بخش آدرس و تلفن ایناست، شکلش به این صورته. اینم شبکه‌های اجتماعیشه. و یه بخش جالب که به نظر من خیلی خوب میتونه برای کسب کارتون باشه، بخش اینستاگرام ما. این خیلی به مورد خاصیه به نظر من. چیزوریه شما میای اینستاگرام خودتون رو به وبسایت متصل میکنید. وقتی که شما داخل اینستاگرامتون پست میذارید، اینجا به نمایش در میاد و هم بازدید
پیجتون بالا میره، هم به قولی محتواهای اینستاتون داخل سایت به یکدیگر متصلن و خیلی میتونه فالووراتون افزایش بده و غیره و غیره. اینم بخش اینستاگرام که به قولی میتونید داخل سایت به نمایش بذارید. بریم صفحه ارتباط با ما. خب ما توی صفحه در مورد ما فهمیدیم که در مورد خودمون توضیح میدیم. حالا ارتباط با ما یعنی چی؟ یعنی یه بخش که کل اطلاعات تماسی ما داخلمونه، مثل شماره تلفن، ایمیل، آدرس و غیره. خب بعد توی بخش ارتباط با ما یه دونه مپ داریم که میتونید آدرستون رو به صورت مپ نشون بدید و اینا هم که شماره تماس و ایناست. یه دکمه داریم تماس با تیم پشتیبانی که روش کلیک میکنی چه اتفاقی میفته؟ برای ما یه حالت پاپ آپ تور میاد بالا. پاپ آپ چیه؟ پاپ آپ همینه دیگه، وقتی روش کلیک میکنی یه صفحه باز میشه، یه زوبی میگن پاپ آپ. خب که دوباره همون اطلاعات رو داریم و یه فرم برای ارتباط که کاربر میتونه پر کنه، متنشو بنویسه آقا من فلان مشکل رو دارم و ارسال پیام به شما دریافت کنید این پیامو. خب این از کلیت سایت بود. بیاید در مورد ریسپانسیو که من گفتم اصلا بیاید ببینیم سایت ریسپانسیو هست یا نه. من گزینه F12 رو بزنم این بره رو حالت موبایلی، اینم یه خورده کوچیک کنم تا دقیق تر ببینیم. خب این حالت موبایلی سایت هسته. ببینید به این قسمت دیگه با این کدا کاری نداریم، به این قسمت دقت بکنید. سبد خرید رو داریم و منوها. خب ببینید اینا همون عکسای تخفیف تور سایت هستن. ببینید چقدر متفاوت ریسپانسیو شده. اون عکس بزرگه اومده هم اندازه این یکی‌ها شده. ریسپانسیو به این میگن دیگه. اینم از اون 4 تاست که اومدن پایین هم دیگه دسته‌بندیاست. ببینید اومدن کنار هم سبد خرید و محصولاتمونه که این استایل رو به خودشون گرفتن. بریم پایین تر، این هم همون دومین دسته‌بندی ها محصولات، نظرات هم که این شکلی شده و این هم آخرین مقالات و فوتر سایت. این شد ریسپانسیو سایت. ببینید در بخش پایین تر که به نظر من سایت رو خیلی جذاب‌تر کرده، فروشگاه، علاقه‌مندی، سبد خرید و حساب کاربری رفتن یه جای اختصاصی، رفتن اون پایین نشون داده میشه. من روی حساب کاربری من کلیک کردم، برای من فرم ورود و ثبت نام اومده. اگر عضویت باشه که من اینجا میتونم عضویت رو بزنم و عضو بشم و وارد پنلم بشم. ورودم بزنم، اگر به زبان ساده من ثبت نام کردم میتونم وارد سایت بشم. خب اینم از ریسپانسیو سایت بود. دیگه مورد دیگه فکر میکنم نمونده باشه. اگر سوال چیزی داشتید حتما در بخش کامنت ها ازم بپرسید. و نکته‌ای که من در این آخر بهتون اضافه بکنم، شما محدودیتی ندارید از بخش به بخش سایت. مثلا میخوای این رنگ آبیه رو عوض کنی، خب میری از قسمت تنظیمات خیلی راحت یه کد رنگ دیگه میدی بهش و رنگ عوض میشه، میری رنگ دیگه انتخاب میکنی. یا مثلا میخوای این لوگو رو عوض کنی، میری توی بخش تنظیمات عوضش میکنی. خیلی سادهش میشه دیگه. بهترین ویژگی که من میتونم توی این وبسایت یا سایت آماده هایی که داخل سایت ابزارمکس ارائه میشم من بگم، همین بدون محدودیت بودنشونه. و اگر سوالی هم داشتید حتما میتونید از بخش فنی بپرسید. و یه مورد دیگه هم که من بگم این میشه که شما وقتی که فایل رو دریافت کردید باید بتونید اون رو داخل هاستتون نصب بکنید. و اگر نتونید داخل هاستتون نصب بکنید چه اتفاقی میفته؟ خب قاعدتا به مشکل میخورید. اون موقع میایید داخل سایت ابزارمکس یه تیکت میزنی، میگی آقا بیا اینو نصب کن دیگه، این چه وضعشه؟ بعد تیم فنی میاد براتون نصب میکنه به صورت رایگان و کار شما هم راه میفته. دیگه چی میخوای از این بهتر؟ سایت آماده است دیگه. ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودی. دیگه لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا دیگه واقعا فراموش نکن، چون برای تو یه لحظه است، برای من کلی روحی است.
امیدوارم که موفق و پیروز باشید.